دوزخی ها را خداوند از یک جانب میگذاشته است و بهشتی ها را از یک جانب. در قرآن میگوید خدا در پاره 29 از قرآن است، میگفته است جنتی ها از دوزخی ها میپرسیدند ما سلککم فی سقر، چی شد که تو دوزخی شدی؟ تو در همراه من بودی، تو هم تاجیک بودی، تو هم خودت مسلمان میگرفتی، چی شد که امروز تو دوزخی شدی؟ چی میگفته است؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، در اصل من تاجیک بودم لیکن نماز نمیخواندم، بی نماز بودم، از حساب بی نمازیم امروز در قعر دوزخ خدا مرا جا کرده است. این است جواب این برادرها در روز قیامت. السلام علیکم داملا، برای من خیلی محبوب هستید. یک سؤال دارم. یک چیز من را دائم در شک و شبهه آورده است، برای چی آدمان بی دین و بی خدا مال و ملکی بسیار دارند؟ برادرایی که از پیشاب و از پروستاتیت اذیت میکشند، بهترین راه حل این از فیرمای عربی اسمیوت پروستاتیت است که میتوانید شما رای پیشاب را و همچنین وسپلین پیشابدان را برطرف کنید. و برادرایی که میخواهند پروستاتیت از فیرمای عربی اسمیوت را از شرکت شفافرما زکاس کنند، در کامنتر در اومده پلوس مونند. و برادرایی که در مسکو قرار دارید میتوانید از شرکت شفافرما اومده حجامه بی پول را دسترس کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای گرانیسا گشتیم، اینا بچه‌ها یگون همش خودش گپ زنن. سلام علیکم، نمو خیر رفتیم اومدن گرانیسا ارنگور صد فوت شد که کاش بچه‌ها بیای مقصد یگون جای فن فرش نیست، گذاشتیم خوی دوید خب بردن پرسکا کردیم بفوردن و پروژ میریم مثلا هر میره میریم ما با ماشین رفتیم اومدیم در مدتی 4-5 ساعت مقصد گذاشتیم خوی دوید اومدیم نه هم مقصد پروژ ایمیگراسیون کوستن بچه‌ها گرفتن کو ایمیگراسیون نشون که پروان ایمیگراسیون کارت نشون که داشتیم ایمیگراسیون کارت نشون که این امروز 20 با ایجاد هم یا بچه است. نمیشد که خدا آنها را گدا و در بدر گرداند. خوش به حال همین برادرهایی که در دلشان ذره شک و شبهه دارند سوال میکنند. من بر شما خبر میتم که برادرای عزیز، من چند بار در فصل فضیلت آدم به شما صحبت کردم. مالداری، دولتداری این نشانه مرتبه آدم نشان نمیدهد. اگر نشانه مرتبه آدم مالداری میشد، خداوند قارون و فرعون مال نمیداد، اونها را مال نمیداد، بلکه نشان آدمیت این ایمان است، این ایمانداری هست. ان الله لا ينظر الى اموالكم و الى اجسامكم ولا الى انصابكم. خدای شما چی میگوید؟ من نظر نمیکنم در دلاری تو، در پشت قناتی تو، در قصرهای در آشیانه تو من نظر نمیکنم. من در اون برادر و پدری که وظیفه های کلان داره در اونها نظر نمیکنم. من در جسم زیبای تو هم نظر نمیکنم، بلکه من در عملی تو نظر میکنم، من در دلی تو نظر میکنم. خدای تو این چنین صدا میدهد. حدیث من از کتاب برای شما نویساندم که پیغمبر خدا گفته است ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم. اخلاقهای شما را، آداب شما را خداوند مثل رزق روزی تقسیم میکرده است. چگونه که رزق روزی یک آدم بلند است، از یکی کم است، یکی پست است، خداوند رزق روزی را یعنی معین میکند، با همه یک خله میدهد. آدابم پیغمبر خدا گفت همچنان تقسیم میکند. آدابم خیلی چیزی قیمت است. ببین بسیاری برادرها نمازخوان هستند لیکن آداب ندارند، مسلمان هستند لیکن بی آداب هستند. اینا بسیار هستند. رسول الله میگه همچنان در ادامه حدیث چی گفتند؟ و ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحب. خداوند مال میدهد کدام بنده را که دوست میدارد یا کدام بنده را که دوست نمیدارد مالش میدهد. و یعطی الایمان الا من یحب. دوام حدیث سوال این برادر جواب شد. لیکن ایمان خداوند میدهد مگر شخصی را که دوست میدارد.
مال را به هر کس میدهد. ای دل چی کنم خدا چنین میخواهد. نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زرین، موسی از خدا نان جوین میخواهد. السلام علیکم بابای حاجی. من بیشتر سخنهای شیرین شما را گوش میکنم و میخواهم به 2-3 سوال من پاسخ دهید. در کدام حالت مرد حقوق دارد که زنش را طلاق کند؟ راستی بار در باب طلاق التماس از همه شما فقط مفتی ها را سوال کنید. طلاق موضوع ما نیست. اگرچه ما کتاب طلاق خواندیم لیکن ما فتوا نمیدیم، زیرا طلاق بسیار نازکی ها دارد، بسیار نازکی ها دارد. این فقط کار مفتی هست. میرین مفتی در مراجعت میکنین در کدام حالت طلاق درست است، در کدام حالتش نادرست است. اینا فقط از مفتی ها پرسین. از من پرسین یعنی زنها را چقدر میتونین در خیلی اگر جنایت کلانش اگر دستگیرش نکنین دیگر در بعضی عادی ترین صورت ها شما طلاق ندهین. در لباس ناخوب شست یا خانه را ناخوب رفت یا طعام بی لذت تیار میکند یا کمی به سوی تو مثال گپ گردانید، اینها حالت نیستن که شما طلاق به اونها روا کنید، بلکه این حالت ها هم میتونین شما آداب دهید. میتونین به طریق صحبت، به طریق مصلحت، به طریق جمع آوری پدر و مادرش، اولاد اجدادش او را تربیه کنید. نماز بامداد را در ساعت 7 یا 8 خواندن ممکن است. در ساعت 7 اگر طلوع آفتاب نباشد جایز است. من نمیدونم در ساعت 7 طلوع آفتاب می شود یا نه. وقتی آفتاب که برآمد دیگر نماز بامداد خواندن چی هست؟ منع می شود. همون طلوع آفتاب یافتن در کار ساعت شد تا طلوع آفتاب جایز، ساعت چند نباشد. بلند خندیدن یا بزرگ خندیدن گناه است، البته به البته گناه است. کسی که اگر بلند خنده میکند یا بسیار خنده میکند، رسول الله گفتند تو میتل قلب، دل انسان خنده بسیار میکشد، دل انسان خنده بسیار و گپی بسیار میمیراند. دل انسان که مرد، ان ابعد الناس من الله القلب القاسي، دورترین بنده به سوی خدا بنده هست که دل وی سیاه می شود، دل وی سیاه باشد. خنده بسیار، گپی بسیار دل آدم سیاه می کند. از این خاطر همه وقت خنده کنین، شوخی کنین، لیکن از حد نگذرانید. چهارم سوال کردن، میگویند که بابای حاجی زبان انگلیسی را میدانید، درست است یا نه؟ ما یک زمانی میدانستیم، همون زمانهایی که تحصیل میکردیم در همون خارج زبان انگلیسی را گپ میزدیم، با استادا همین مراجعت ها کرده میتونستیم، جواب میگرفتیم، خانه میرفتیم میآمدیم. لیکن با مدتی که مثال به اینجا رسیدیم دیگر هیچ تکرار نشد، اهمیت به اون زبان که ندادیم دیگر از یادمون رفت. لیکن همه شما را جوانای عزیز از همه درخواست دارم که تمام زبان بیاموزید. باور کنین در دنیا و در آخرت هم شما سربلند هستید. امر اسلام شما هست که شما بخوانید. جوانای عزیز بسیارتر کوشش کنین. من شما را از نماز خواندن و از قرآن خواندن من نمی کنم. این علم اولین درجه هست که تمام شما قرآن خوان شین. قرآن هر سحر تلاوت کنین، 5 وقت نمازتان ادا کنین، لیکن از علم دنیوی هم شما نگریزین. علم دنیوی علم باطل نیست. پیشواهای ما و شما بسیاری هستند که به علم دنیوی چنگ زدگی بدن. از این خاطر همه شما در درس ها معلم ها را احترام کنین. حتی بتوانین اگر درس های علاوگی بخوانین، هست حاضر مکتب ها در درس های علاوگی جاری شده 5 سامان 10 سامان. همون رقاصه را آتا بگو در توی نیاره یا آچه بگو که مثال دین رجدینی نکنه و هم 5 سوم 10 سوم در دست معلمه بتین تعلیم تان بده. این بهتر است. خراجات های بی‌معنی که مثال در معرکه های ما و شما می شود 40 ماشین 50 ماشین پیش یک بوتی کلانی سجده کنی میرین، اینها را ترک کنین، پول های اینا را در مکتب صرف کنین. سمکه بخرین، دفتر بخرین، قلم بخرین،
به معلوماتون توجه کنین، اینها برای شما بهتره. من بسیار دوست می‌دارم همون جوانی را که علم دنیایی را می‌داند. ما خود در مکتب 3 نداشتیم، فقط 4 و 5 قط می‌خوندیم. کسی همین علم دنیایی را هم که دانست، علم اخرویش هم آسان میشد گرفتن. علم دنیایی را که ندانستی، سالار هم که در سر ماندی، با یک عادی ترین گپی دنیایی تر یک معرکه دا چیکار میکنن؟ متهم کرده میماند، همون کسی نباشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد السلام، من سوالی دارم. اگر آدم از آدم دیگر یگان چیزی گیرد و او را بر نگرداند چی میشود؟ این دوست میشود. اگر کسی که مال یک برادر را میگیرد و پس نمیگرداند، این چی است؟ این حکم دزد دارد. یعنی مگر که همون به طریق یک فریب از تو دزدید، یعنی مجبور نکرد و به طریقی که مثال در بین چند حیله و نیرنگ استفاده کرد و مال تو را از تو ستانید گرفت، این البته گناهگار است، در مال تو جوابگر است در نزد خدا. السلام علیکم داملای محترم. قسمی از آدمان مسلمان در اذان دادن مؤذن و شنیدن نام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 2 انگشت را به چشم میرسانند و دلیل میارند که در کتاب جامع الرموز این سخن هست. تا کدام اندازه درست است یا نادرست بودنش را بر ما فهمونید. بعضی برادرها است که اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد رسول الله گفتند، همین انگشت ها را در بالای چشم میمالند. همین من شما را از کتاب مجموعه الفتوا صحیفه 327 کدامی داشته باشین. این حضرت میگوید که این اساس ندارد. این شکیدن انگشت در بالای چشم میگد هیچ اصل ندارد. و ملاقاری علی قاری میگویند، این محدث است، این هزارها بار دیده از صاحب جامع الرموز و کنز العباد هم این گپ میگه، از اینها دیده مرتبهش بلند است. این حضرت میگوید که صاحب جامع الرموز هر مسئله که خواه تر است خواه قاق است در یک قابچه جمعشون کرده است. این سخن علی قاری هست. از این خاطر این حضرت صاحب مجموعه الفتوا که این حنفی مذهب است، کتاب ما و شماست، این میگه این هیچ اصل ندارد، این نکردنش بهتر میگه. کدامی داشته باشین صحیفه 327 تماشا کنید. داملای شیرین سخن، از ما خواهش میکنیم که به این سوال من جواب گردانید. من از اول ماه رمضان روزه گرفتم. در روز جمعه بزرگ روزه ام را خوردم از بیماری. آیا روزه گرفتگیم قبول می شود یا نه؟ همینش را درست فهمید. البته قبول می شود. وقتی انسان که بیمار شد، خداوند رخصت می دهد که روزه را بخورین، باکی ندارد. این آیت کریمه هست. وقتی باز رمضان که تمام شد، یعنی چند روزه که تو مثال بیمار شدی، وقتی صحت که شدی، همون روزها را قضایی میگیری. البته روزه تو در نزد خدا قبول میشه. السلام علیکم نام عزیز. قیام نماز پیشین کی می شود که نماز خواندن درست نیست؟ الحال میگوین از 12 تا 12:40 یعنی یگان نماز نخونین که قیام است. حالت قیامت در همین حالت شما نماز نخونین. همین داملاهای کلاب همش همین گپا میگن که از 12 تا 12:40. سلام داملای شیرین سخن. از نام یک نفر مخلص شما داملای محترم، من یک سوال دارم، التماس جواب عمیق دهید. من 3 سال پیش طواف خانه خدا کردم. در سن 36 ساله می باشم. بعد از طواف کردن به خود مقصد گذاشتم که هر آنچه که خداوند بر من حرام کرده است دست میکشم و با یک دختر از شوهرش برای کودک نکردن جدا شده بود شناس شدم. خوب گوش اندازین. و او را با طریق مسلمانی به نکاح خود در آوردم. با او 5 سال باز زندگی کرده ایستادم و صاحب یک فرزند شدم. این دختر بگیم حساب بیوه گرفتن و سبب کودک نکردنش این مرد حاجی است. نکاح کرده است، به طریق اسلامی گرفته است. و یک روز شب به خانه در آمدم، زنم را با یک مرد ناشناس در جاگه خود در حالت مادرزادی قپیدم و آنها را یگان گپی گنده نگفتم و والدین زن را یعنی اپش را آوردم
و شاهد همین کس زنم در شاهدی همین کس زنم را 3 طلاق کردم. داملای محترم، به من گوید که من با این گناهی که 3 طلاق گفتم در نزد خداوند چقدر گناه و عذاب میکشم. به من گوید که تا به گوش خود شنوم. یعنی این برادر، یعنی به سبب این قدر اسلام یک دینی هست که در دل آدم چنان رحمی را پیدا میکند که همان زنی را که در حالتی بگیم زنا با یک مرد دیگر میقپد و به یک سبب طلاق گفتن، این مرد در خوف است و اون زن بدبخت نی. به سبب طلاق گفتنش در خوف است که خدای را چی میگفته باشد، لکن اون بدبخت مردی که در خانه این کس در آمد و این زن بدبختی که این کار انجام داد، اونا از خدا نترسیدن. این برادر انشاءالله تو از جوابگری در نزد خدا با طریق کامل باوری کن که تو خلاص هستی و البته هیچ مرد دیگر برای خود روا نمی بیند در حالتی که زنی خدا با یک مرد بیگانه می بیند و با او دیگر زندگی کند. اگر چنده که دستورات اسلامی هست که اگر عفوش کنی حق توست، حق توست، میتونی که عفوش کنی. لیکن اگر زندگی هم که نکردی، طلاق هم که کرده باشی، خیر باز اینا تو میتونی که از همون مفتی ها پرسان کنی، لیکن به عقیده من باشد تو کاری خطا نکرده، خوب کردی که از این زن جدا شدی. یعنی احترام حاجگی ترا ندانست، احترام اسلامی ترا ندانست. و زمانی که یک بار این بدبخت شده بود، باز مثال در بخت شما مسلمان داخل شد و به قدر شما که نرسید، حال او این است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا به حساب شکرانه خدا میکنم که به ما چنین پیشوایی با تقوا مانند شما نصیب گردانیده است. دعا میکنم که پروردگار را علمی داشته شما را دوچند کند و ما از آن امر معروف های شما بهره بریم. آمین. داملای عزیز، به سوال های من خواهش میکنم در روز جمعه جواب دهید. روز نماز جمعه را در مسجد جامع یک قشلاق گذاشتم. بعد نماز را ادا کردن اهل مسجد باز 6 رکعت نماز احتیاطی خواندند، لیکن من نخواندم برای آنه که آن وقت نمیدانستم مگر من 4 رکعت فرض پیشین را قضا خوانم یا نه نخواند. وقتی که نماز جمعه که اعلان شده است همون دیه و فرمان مفتیات در او باشد که این نماز جمعه هست، در اونجا که نماز جمعه را خواندین دیگه فرض احتیاطی نخوانید. تمام همون جمعه شما در نزد خدا مقبول است. این احتیاطیش مثل یک شبهه می شود، یعنی در نماز خودت وقتی شبهه کردی، نماز شبهه دیگر قبول نمی گردد. از این خاطر نخواندن شما نمازی همون احتیاطی را این بهتر است. روز جمعه در زندان نماز پیشین را جماعت خواندن درست است یا نه؟ نه، در روز جمعه در زندان هم نماز جماعت جایز نیست. نماز جماعت هم قدر حکمش بلنده هست که در زندان هم نماز جماعت در روز جمعه مکروه است مگر بعد جمعه. یعنی ما و شما در ساعت 1:30 که بود کردیم، زندانی ها می توانند که بعد ساعت 1:30 جماعت کنند. تا وقت جمعه را حق ندارند. سیوم، اهل سنت از شیعه چی فرق دارند؟ شیعه خودش چیست؟ در آخر از شما دعا طلب میکنم که خداوند از 5 وقت نمازی که عطا فرموده است به نصیبم نگرداند، از آن جمله از نماز جماعتی جمعه. پیشکی منتداری بیان میکنم. شیعه از اهل سنت فرقی خیلی کلان دارد. من همون شیعه های اشدیش میگم، شیعه هایی که در همسایگی ما در همون خارج زندگی میکردن. شیعه های بودن که سخنهای اونها را باور کن به زبان آوردن نمیخوام که در بین این مردم باز ممکن شما نفهمین، اونها را من نمیارم، لیکن این قدر میگم که امروز همون هجومهای شیعه مذهبم در بین ما و شما پیدا شده است. احتیاط کنید، احتیاط کنین. این رویه خیلی رویه غلط است، خیلی رویه خطا است و شما را عاقبت خار می سازد در دنیا و در آخرت. ولا تصوبن احدا من اصحابی، اینجا نون ثقیله است میگه در کلمه عرب. پیغمبر خدا گفتند البته به البت هیچ صحابه مرا دشنام ندهید، لیکن اون طایفه ابوبکر را دشنام میدهند.
عمر دشنام میدهند، عثمان دشنام میدهند. فقط برای اونها علی عزیز است و خلاص. لیکن اهل سنت ما دوست به همین 4 یاری سرور دین هستیم. ما هر 4 دوست می‌داریم. کمی مثال دیگرگونی های بسیار است. راستی بار در کدامید که اگر پیشنهاد کردن قبول نکنید، بسیار یک راهی غلط است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب این امر معروف و نهی از منکر را در نامه اعمال این جمعیت ما کتابت بفرما. خدای مهربان، از درگاه تو مسئلت داریم، میپرسیم که یک ماه ما روزه ماه مبارک رمضان داشتیم، خالی از سهو نیست، خالی از نقصان نیست. خدای مهربان، تو بسیار بخشنده هستی و از گناه بنده گذرنده هستی. خدای مهربان، این روزه های ما را به درگاهت مقبول بگردان. خدای مهربان، باز تا رمضان دیگر این جمعیت ما را در حفظ امان خودت نگه بدار. خدایا محبت ما را نسبت خودت، نسبت پیغمبرت، نسبت قرآنت، نسبت اسلامت خدایا زیاده بگردان.